پارسال بود زمانی که بین ایران و اسرائیل درگیری شده بود و من با یکی از دوستان داشتم راجبش صحبت میکردم، بحثش شده بود. برگشت و من دوستم برزیلی برگشت بهم گفتش که اسرائیل کجاست. خب ببین من گفتم خدایا میشه من و تو جامونو با هم عوض کنیم؟ و میدونید چه آرامش خاطریه؟ اصلا یه بخشی انگار باز نشده و ریلکس و اصلا من واقعا اینجوری بودم تو رو خدا بیا ما جامونو عوض کنیم با هم. همین لحظه کشورهای قدیمی تر، همون بحث نورون هایی که گفتی کاملا درسته، چون درگیر اتفاقای تاریخی بیشتری بودن، اون مجبور بودن که توی یه سری شرایط تحلیل زیاد بکنن، تحلیل هایی که شاید نیازی نبوده، ولی ما واسه سروایو کردن محکوم بودیم که تحلیل کنیم، محکوم بودیم که از مغزمون بیش از حد استفاده